أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلی العظیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و مثل کسانی که اموالشان را برای طلب خوشنودی خدا و استوار کردن نفوسشان بر حقایق ایمانی و فضائل اخلاقی انفاق می کنند مانند بوستانی است در جایی بلند که بارانی تند به آن برسد در نتیجه میوه اش را 2 چندان بدهد و اگر باران تندی به آن نرسد باران ملائمی میرسد و آن برای شادابی و محصول دادنش کافی است و خدا به آنچه انجام میدهید بیناست. کسی که اموال داراییش رو در راه خدا خرج میکنه. عجب تداخلی داشت امشب با این آیه شریفه. کسی که پولش رو در راه خدا خرج میکنه کیه؟ یه نمونش حضرت خدیجه. حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از تاجران پولدارهای عرب بود. وضع مالیش خیلی خوب بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها، حالا خدا قرآن تو جای دیگه میفرماید یهود و مردم میدونستن که پیغمبر آخرالزمان میاد، قشنگ میشناختن. حتی وقتی پیغمبر اومد گفتش که من رسول خدا هستم، خیلی فهمیدن که راست میگه، اما موقعیت اجتماعی اجازه نداد که بپذیرن، چون از خیلی قبل منتظر بودن این پیغمبر آخرالزمان بیاد. حضرت خدیجه هم یکی از اوناییه که میدونست پیغمبر آخرالزمان میاد.
وقتی پیغمبر مبعوث شد، حضرت خدیجه ایمان آورد، اولین زنی که به پیغمبر ایمان آورد، چون میدونستند که این پیغمبر خداست. کسی که دارایی اینقدر داره، یکی از تاجرای بزرگ عرب هست، به پیغمبر گفت هر چی پول میخوای در خدمت شما. یعنی این زن اینجوری دارایی‌های خودش رو در راه خدا انفاق کرد، خرج کرد، هزینه کرد. حالا خدا چی فرمود؟ کسی که پولش رو در راه خدا انفاق میکنه. یه وقت هست من انفاق میکنم، انفاق یعنی مثلا صدقه میدم، یه نفر گرسنشه غذا میخواد، من میرم 2 تا نون میخرم میدم میخوره، یه بشقاب برنج خورش میدم میخوره، نوش جانش. یه آدمی گرسنه است میخوره، چقدر ثواب داره؟ خیلی زیاد. این پولی که تو خرج کردی تا یک گرسنه سیر بشه خیلی پاداش داره، خیلی ارزش داره. اگر کسی بیاد ببینه یه نفر گرسنه است، اما نه گرسنه شکم، گرسنه ذهن و فکر، روح و روان، دین و ایمان، اعتقاد، میبینه از نظر اعتقادی مشکل داره، میاد پول خرج میکنه تا او ایمانش قوی بشه، میاد پول خرج میکنه تا اعتقادش قوی بشه، پولش رو هزینه میکنه برای اینکه دین خدا ترویج پیدا بکنه. ارزش این انفاق که برای دین خدا خرج میشه صدها برابر ارزشش بیشتر از اینه که من به یه نفر بی نماز بدم که از گرسنگی نجات پیدا کنه. اونم خوبه که آدم انسان گرسنه رو سیر بکنه، غذا بهش بده، اما اون کسی که روحش مشکل داره، دین و ایمان و اعتقادش مشکل داره، من هزینه بکنم، ارزشش میلیاردها برابر بیشتر از اون هست. حالا حضرت خدیجه سلام الله علیها هر چی دارایی داشت در راه خدا خرج کرد تا اسلام پخش بشه در جامعه، در راه خدا هزینه کرد. ارزشی که داره انفاق در راه خدا. همین دوره خود ما یه وقت هست من صدقه میدم به یه نفر، میگه دستت درد نکنه، این نیم کیلو گوشت دادی، میرم آبگوشت میخورم، نوش جونت، اشکال نداره، اما هیچ کاری به دین و ایمانش ندارم. یکی دیگه میاد میگه حاج آقا من به یک نفرم تا حالا صدقه ندادم، اما 1 ریال مال خمسی ندارم، من خمس ندارم، همیشه خمسم رو پرداخت کردم، 1000 تومن شد دادم، 10 میلیون تومن هم شد پرداخت کردم. کسی که خمسشو میپردازه، خمس یعنی نفقه، انفاق، صدقه، کمک برای اینکه روح یک انسان، دین یک انسان، ایمان یک انسان تقویت بشه، اعتقادات قوی بشه. خب اعتقادات قوی بشه بهتره یا یک گرسنه از گرسنگی شکم نجات پیدا کنه؟ قطعا اون کس که فکرش مشکل داره، نجات فکر ارزشش بارها بیشتر از نجات شکمه. به همین خاطر خدا فکر و ذکر و ذهن و مغز رو بالا قرار داده که میخواد بگه ارزشمنده. حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام داراییاشو در راه خدا انفاق کرد که چی بشه؟ که اسلام ترویج بشه، دین ترویج بشه. ارزشش میفرماید کسی که در راه خدا انفاق میکنه مانند یک باغی رو کوه، تو دامنه کوه در بالایی در ارتفاعه. اگر بارون بباره که بارون خوبه، اگر بارون هم نیاد همونجا مه وجود داره، قطراتی وجود داره که کفایت میکنه این آبیاری بشه درختانش، یعنی هیچ وقت ضرر نمیکنه. آیا یکی از شما دوست دارد که او را بوستانی از درختان خرما و انگور باشد
که از زیر درختان آن نهرها جاری است و برای وی در آن بوستان از هر گونه میوه و محصولی باشد، در حالی که پیری به او رسیده و دارای فرزندان ناتوان و خردسال است. پس گرد بادی که در آن آتش سوزانی است به آن بوستان برسد و یک پارچه بسوزد. ریا و منت و آزار روحی دادن به مستمند به همین صورت انفاق را نابود می کند. این گونه خدا آیاتش را برای شما توضیح می دهد تا بیاندیشید. قرآن برای اینه که ما بخونیم. بله، قرآن قرأ، قرآن اصلا قرآن رو قرآن میگن چون خوندنیه. خوندن قرآن ارزشمنده. آیا فقط بخونیم توتیوار؟ نه خیر، لعلکم تتفکرون، تا بیاندیشیم خدا چه میخواهد. کتابی است برای فکر، اندیشه، ذهن. ای اهل ایمان، از پاکیزه های آنچه از راه داد و ستد به دست آورده اید و آنچه از گیاهان و معادن برای شما از زمین بیرون آورده ایم انفاق کنید و برای انفاق کردن دنبال مال ناپاک و بی ارزش و معیوب نروید، در حالی که اگر آن را به عنوان حق شما به خود شما میدادند جز با چشم پوشی و دل سردی نمی گرفتید و بدانید که خدا بی نیاز و ستوده است. آقا من میخوام انفاق بکنم، میخوام در راه خدا بدم. حاج آقا چی میخوای در راه خدا بدی؟ تو خونه 2-3 تا لباس دارم تیکه پاره است نمیپوشم، آشغال دیگه، گفتم بدم به این فقیر بپوشه. خدا داره توبیخ میکنه، میفرماید میخوای صدقه بدی به یه نفر، یک کالایی رو به کسی کمک کن که اگر یه نفر همون رو بهت کمک کرد، نه کمک هدیه داد، خوشحال شی. من میخوام ببینم چه چیزی باید به دیگران کمک کنم. من الان از نظر مادی انقدر سطحم پایینه، یه نفر، خوب دقت بفرمایید، سطح مادیم خیلی پایینه، یه نفر اگر بیاد به من یک کاپشن پاره پوره پوسیده بده، میام خدا خیرت بده، دستت درد نکنه، من داشتم از سرما میلرزیدم، این کاپشن درست پاره است، درست پوسیده است، رنگ پریده است، اما دستت درد نکنه، میپوشم، خوشحال میشم. خب حالا من میخوام به یه نفر کمک کنم، چی کمک کنم؟ همین کاپشن پوره رو خراب کهنه رو انفاق کردم، درسته، اشکال نداره، اما خودم شیک پوشم. یه آدمی هستم که کت شلوارم کمتر از 20 میلیون تومان قیمتش نیست. خب یه نفر میخواد به من یه هدیه بده، چه هدیه‌ای باید بده که من بپذیرم؟ یه نفر میاد یه کت شلوار 2 میلیونی میگه حاج آقا، حالا حاج آقا که کت شلوار نمیپوشه، آقا این کاپشن این کت شلوار 2 میلیونی رو میخوام بهت به هدیه بدم. میگم خب آخه این باش چیکار کنم دیگه؟ با دل سردی میگه باش چیکار کنم دیگه، جهنم، دست درد نکنه. با دل سردی قبول میکنه. خدا میفرماید اون چیزی که میخوای انفاق بکنی، کمک کنی، چیزی باشه که اگر به تو انفاق کردن خوشحال شی. بله، اون چیزی که کمک میخوای بکنی همون چیزی باشه که اگر به تو دادن خوشحال شی. مثلا این آقا چند میلیارد در بانک پسندازشه، حالا میخواد صدقه بده، میگه یه 5000 تومانی فعلا بدیم به یکی. آخه بی‌انصاف، یه نفر بیاد 5000 تومان به تو پول بده، تو اصلا میگیریش؟ اصلا این 5000 تومان رو قبول میکنی؟ خب چه کنم؟ تو وقتی چند میلیارد تو حسابت هست میخوای کمک کنی، دیگه کمتر از 10-20 میلیون تومان نباید کمک کنی. شیطان شما را به هنگام انفاق مال با ارزش از توی دستی و فقر میترساند و شما را به کار زشت چون بخل و خودداری از زکات و صدقات امر میکند و خدا شما را از سوی خود وعده آمرزش و فزونی رزق میدهد و خدا بسیار عطا کننده و داناست.
این آیه رو مثل این آیه رو یه حاجی داشت بالا منبر واسه مردم میخوندش که آره کسی که در راه خدا میخواد کمک بکنه شیطان اجازه نمیده، شیطونا میان به دست و پاش میفتن تا کمک نکنه. یکی از این پامنبریا به رفیقش گفت این حاجی چه میگه، شیطون میاد نمیذاره آدم کمک کنه. الان دوره قحطیه، من تو خونم 2 گونی گندم دارم، الان میرم تو خونه یه گونی گندم رو میارم در راه خدا انفاق میکنم، کمک میکنم به دیگران. میره تو خونه میگه که حاج خانم یکی از گونیای گندم رو بده. میخوای چیکار کنی؟ چی؟ میخوام ببرم به فقیر نیازمند کمک بکنم. حاج خانم میگه که خب کمک کردی، بعدش ما خودمون گندممون تموم شد از کجا بیاریم بخوریم؟ میگه خدا بزرگه. میگه درسته خدا بزرگه، اما هی اینو اون میگه اینو اون میگه، آخرش هم آقا میگه راست میگه باش، دست خالی برمیگرده مسجد. مردم میگن که چی شد؟ شیطونا نذاشتن؟ گفت شیطونا کاری با من نداشتن، اما مادر شیطونا نذاشت من کمک بکنم. بعضی موقع میگه به این راحتی آدم در راه خدا خرج بکنه، از جان میگذره، اما از مال گذشتن به این راحتی ها نیست. حکمت را به هر کس بخواهد میدهد و آن که به او حکمت دهند بی تردید او را خیر فراوانی داده اند و جز صاحبان خرد کسی متذکر نمی شود. صدق الله العلی